فکر میکنی شکست ناپذیر شدن یعنی قوی بودن؟ این یه اشتباه رایجه. یه تصور کاملا اشتباه. امروز میخوام بهت نشون بدم ماکیاولی، نیچه و رابرت گرین چی فهمیده بودن که باعث شد بتونن در دنیای پر از آشوب نه تنها زنده بمونن بلکه بر اون حکمرانی کنن. چیزی که اونها فهمیده بودن یه چیزی که جامعه به شدت ازش میترسه. یه چیزی که مدام سعی میکنه ازت پنهونش کنه. قراره بفهمیم چرا قدرت واقعی نه در چیزی که به اسم خوب بودن میشناسیم، نه در مهربونی و نه در دلسوزی، بلکه در محاسبه‌گری دقیق و درک عمیق از طبیعت تاریک انسان نهفته است. ببین، ماکیاولی پادشاهان رو میدید که چطور با وعده‌های دروغین و ترس از دست دادن قدرت تصمیمات احمقانه میگرفتن. نیچه فریاد میزد که این اخلاقیات اثر ضعف جلوی رشد واقعی انسان رو گرفته. رابرت گرین هم توی قوانین قدرت دقیقاً به همین مکانیزم ها اشاره میکنه. این دانش یه حقیقت تلخه چون درست برعکس تمام چیزهایی که از بچگی بهمون یاد دادن. برعکس تمام اون قصه هایی که قهرمانها همیشه مهربونن و آدمهای بد همیشه شکست میخورن. ولی حقیقت اینه که دنیای واقعی اینجوری کار نمیکنه. دنیای واقعی دنیای بقاست. دنیای زور و زرنگیه. آماده ای تا پرده از روی این حقیقت تلخ برداشته بشه؟ آماده ای تا بفهمی چرا قدرت واقعی اون چیزی که ازش میترسیم خودشه؟ بریم شروع کنیم. قوی بودن به معنی این نیست که بترسیمشون. قوی بودن به معنی اینه که بفهمیشون. فهمیدن اون بخش تاریکی که توی وجود هممونه. اینجاست که بازی عوض میشه. اینجاست که شکست ناپذیری واقعی شروع میشه. وقتی این بخش تاریک رو درک کردی دیگه نمیترسی. چون میدونی چطور افراد رو به بازی بگیری. میدونی چطور از ترسهاشون، از طمعشون، از غرورشون استفاده کنی. نه برای اینکه اذیتشون کنی، نه. برای اینکه به هدفت برسی. فکر کن یه شطرنج باز که مهره ها رو میبینه. نه فقط جایگاهشون بلکه انگیزه هاشون رو هم میفهمه. میدونه کی حرکت بده، کی منتظر بمونه، کی قربانی بده. این همون درکی که ماکیاولی از شاهزاده های زمان خودش داشت. میدید که چطور برای حفظ تاج و تخت دست به هر کاری میزدن، حتی اگه اون کار احمقانه بود. این فقط بازی قدرت نیست. این بازی بقاست. بقای کسی که میفهمه چطور در این دنیای پر از گرگ خودش گرگ باشه، ولی با دندونهای تیزتر و نقشه‌ای دقیق‌تر. این یعنی فهمیدن طبیعت انسان، اون هم از عمیق‌ترین لایه‌اش. و شهریار نیکولو ماکیاولی درست همین کار کرد. اون پشت میز کارش توی تبعید، نه از روی ترس، که از روی خشم و شفافیت داشت به دل واقعیت چنگ میزد. اون فهمید که یه رهبر واقعی، یه شهریار، نمیتونه فقط با مهربونی و دلسوزی حکومت کنه. ابزار قدرت فقط چماق و هویج نیست. گاهی وقتا باید بیرحم باشه. این جمله ماکیاولی رو یادت مونده؟ بهتر است ترسیده شوی تا دوست داشته شوی، اگر نتوانی هر دو را داشته باشی. این حرف تلخه، خیلی تلخ، ولی عین حقیقته. فکر کن به یه مدیر عامل که باید توی یه بحران اقتصادی چند تا از کارمندای قدیمی و دوست داشتنی رو اخراج کنه. اگه نخواد این کارو بکنه، کل شرکت میخوابه. اون موقع دیگه نه تنها اونا، بلکه همه کارمندای دیگه هم بیکار میشن. حالا مدیر عذاب وجدان میگیره؟ معلومه که میگیره. ولی اون میدونه که این تصمیم تلخ لازمه بقای بقیه است. این همون اثر اراده معطوف به قدرت نیچه است. اراده تو برای بقا و حفظ موقعیت بر هر ارزش اخلاقی دیگه‌ای اولویت پیدا میکنه. ماکیاولی متوجه شد که نباید بر اساس آرمانها عمل کرد،
بلکه باید بر اساس واقعیت‌های تلخ جامعه‌ای که همیشه در حال جنگه، چه جنگ سرد، چه جنگ آشکار. و ببین، یه حقیقتی هست که روانشناسی اجتماعی هم تاییدش میکنه. توی موقعیت‌های عدم اطمینان، مردم تمایل بیشتری دارن از رهبرانی پیروی کنن که قاطع و مصمم به نظر میرسن. حتی اگه این قاطعیت کمی خشونت هم چاشنیش باشه. انگار مغز ما دنبال یه لنگرگاه محکم میگرده. یه کسی که بتونه تصمیم بگیره، حتی اگه اون تصمیم سخت باشه. ماکیاولی توی فصل 17 شهریار میگه هیچ چیز نمیتواند یک شاهزاده را به اندازه بی‌ثباتی و عدم قطعیت در تصمیم گیری هایش بی‌اعتبار کند. وقتی تصمیم میگیری، حتی اگه اون تصمیم باعث بشه کلی آدم ازت متنفر بشن، حداقل داری یک کار رو به درستی انجام میدی. داری قاطعیت نشون میدی. داری به دنیا ثابت میکنی که رئیس کیه. تصور کن داری یک کشتی رو در طوفان هدایت میکنی. گاهی لازمه بعضی قسمت‌های آسیب دیده رو جدا کنی تا کل کشتی غرق نشه. این جداسازی دردناکه، اما برای بقای بقیه لازمه. این همون فلسفه شهریار بیرحمه. اما آیا این بیرحمی همیشه جواب میده؟ شاید گاهی وقتها همین قاطعیت باعث بشه از نظر اخلاقی زیر سوال بری. اما ماکیاولی میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. هدف تو بقای خودت و حفظ قدرته. و اگه برای رسیدن به این هدف لازمه کمی از مهربونی‌هات رو بذاری کنار، خب باید این کارو بکنی. فردا وقتی با یک تصمیم سخت روبرو شدی که بین منافع شخصی و منافع بزرگتر گیر کردی، به جای سرزنش خودت از خودت بپرس ماکیاولی در این موقعیت چه می کرد؟ و بعد با در نظر گرفتن عواقب بلند مدت تصمیم بگیر، حتی اگه سخت باشه. چون در نهایت این تویی که باید با پیامدهای تصمیماتت زندگی کنی. و اینجاست که باید چشمهات رو باز کنی و حقیقت رو ببینی. ماکیاولی به ما یاد میده که دنیا اونجوری که دوست داریم باشه نیست، بلکه اونجوریه که هست. اگه بخوای با یه مشت گرگ درنده سر و کله بزنی ولی خودت مثل یه بره ضعیف باشی، شک نکن که خورده میشی. گاهی وقتا برای اینکه بتونی از خودت و از کسایی که بهت اعتماد کردن محافظت کنی، باید تبدیل به یکی از همون گرگ‌ها بشی. این یعنی درک این نکته که قدرت فقط داشتن چیزهای خوب نیست. گاهی وقتا یعنی حذف چیزهای بد، حتی اگه اون چیزهای بد برات عزیز باشن. فکر کن به یه پزشک جراح. وقتی داره یک عضو سرطانی رو از بدن بیمار خارج میکنه، آیا اون لحظه به درد و رنج بیمار فکر نمیکنه؟ چرا؟ قطعاً فکر میکنه. ولی میدونه که برای نجات کل بدن باید اون قسمت ناسالم رو قطع کنه. این همون منطق ماکیاولی در مورد قدرت و بقاست. اون جراح بیرحم نیست، بلکه واقع‌گر است. داره کاری رو میکنه که لازمه. درست مثل یک رهبر سیاسی یا یک مدیر که گاهی باید تصمیمات دشوار و ناخوشایند بگیره. نه برای اینکه ازشون لذت میبره، بلکه چون بقای کل مجموعه به اون تصمیم بستگی داره. این قدرت تصمیم گیری تلخ هست که یک رهبر رو از یک مدیر معمولی متمایز میکنه. راسیق، تا حالا شده یه سیاستمدار رو ببینی که جلوی دوربین اشک میریزه و از درد مردم میگه، ولی همون آدم پشت پرده داره توی قراردادهای امضا میکنه که سودش رو میبره و درد سرش برای بقیه؟ یا یه فروشنده که وقتی میخوای یه ماشینی رو بخری اونقدر از صداقت و کیفیت حرف میزنه که باورت میشه، بعدن میفهمی که کلی ایراد داشته که بهت نگفته. این دقیقاً همون بازی کثیفیه که ماکیاولی سالها پیش لو داد. این یه نقاب فضیلت. ببین، ماکیاولی توی شهریار یه چیزی رو گفت که خیلی ها رو ترسوند. گفت
همه میبینند که تو چه هستی، اما تعداد کمی حس میکنند که واقعاً چه هستی. این یعنی چی؟ یعنی ظاهر خیلی وقته که مهمتر از باطنه. مردم اون چیزی رو میبینن که تو بهشون نشون میدی، نه اون چیزی که واقعاً هستی. این همون چیزیه که بهش میگن اثر حاله‌ای. یه ویژگی خوب ظاهری، مثلا مهربونی، دلسوزی یا حتی یه لبخند گشاده، باعث میشه که ما فکر کنیم طرف تمام ویژگی‌های دیگرش هم خوبه. مثل یه دروغ شیرین که راحت تر باور میشه. و چرا این اتفاق میفته؟ چون مغز ما دوست داره توی باورهاش ثابت بمونه. بهش میگن سوگیری تایید. ما دنبال اطلاعاتی میگردیم که اون چیزی که از قبل باور داریم رو تایید کنه. اگه باور کنیم فلانی آدم خوبیه، فقط خوبی‌هاشو میبینیم و بدی‌هاشو نادیده میگیریم یا توجیهش میکنیم. اینجا همون استانداردهای دوگانی شکل میگیره که توی سیاست، توی بیزینس، حتی توی روابط شخصی میبینیم. ما از یه نفر انتظار داریم فضیلتمند، راستگو و دلسوز باشه. ولی وقتی خودمون یا کسایی که دوستشون داریم این ادعاها رو دارن، خیلی راحت‌تر از خطاهای اونها چشم پوشی میکنیم. سون تزو، استاد جنگ، هم اینو خوب فهمیده بود. میگفت تمام جنگ بر پایه فریب استوار است. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای پیروز بشی، باید دشمنت رو گول بزنی. باید وانمود کنی ضعیفی در حالی که قوی هستی. باید وانمود کنی دوری در حالی که نزدیکی. این فقط توی جنگ نیست رفیق، توی قدرت هم همینه. ماکیاولی بهت یاد میده که چطور این نقاب رو بپوشی. نه اینکه واقعاً آدم خوبی باشی، نه. فقط باید ظاهر آدم خوب بودن رو حفظ کنی. چون مردم اون روی دیگه تو رو نمیبینن. اونها اون چیزی رو میبینن که تو میخوای ببینن. حالا چطور میشه این نقاب رو برداشت و حقیقت رو دید؟ وقتی با کسی روبرو میشی که ادعای بزرگی داره، به جای اینکه فقط حرفاشو گوش کنی، به اعمالش دقت کن. به نتایج کارهای گذشتش نگاه کن. آیا حرفاش با کاراش یکی بوده؟ آیا اون دلسوزی که جلوی دوربین نشون میداده واقعاً توی تصمیماتش هم بوده؟ این همون شعبده بازی قدرته. یه شعبده باز با حرکات سریع دست توجهت رو از اصل ماجرا منحرف میکنه. ماکیاولی بهت یاد میده که چطور حواست رو جمع کنی تا فریب نخوری. چطور فراتر از ظاهر بری و واقعیت رو ببینی. و چطور خودت هم اگه لازم شد از این بازی استفاده کنی. چون توی دنیای قدرت، کسایی که فقط ظاهر رو میبینن همیشه بازندن. و اینجاست که واقعاً باید حواست رو جمع کنی. فکر کن به اون مربی ورزشی که توی اینستاگرام با کلی ژست قهرمانی برنامه‌های تمرینی رو میفروشه، ولی خودش تا حالا یه مسابقه جدی نرفته. یا اون مشاور مالی که با نمودارهای رنگی و وعده‌های نجومی دلت رو میزنه به دریا، ولی وقتی خودت وارد عمل میشی میبینی که راه و چاه رو بلد نبوده. اینها همون بازیگرهای صحنه یا قدرت هستن، فقط جای صحنه عوض شده. ماکیاولی میگه این فریب یه اصل بنیادینه. مثل اینه که یه نقاش حرفه‌ای با سایه روشنها و ترکیب رنگ‌ها یه تصویر سه‌بعدی روی دیوار صاف درست میکنه. تو فکر میکنی عمقه، ولی در واقع فقط یه توهمه. قدرت هم دقیقاً همین کار رو با ذهن ما میکنه. با ظاهر، با حرف، با وعده، یه تصویر درخشان از خودش میسازه که ما رو جذب میکنه. ولی وقتی دست میزنیم متوجه میشیم که این فقط یه پوسته خالیه. پس دفعه بعد که یکی اومد و گفت من فلانم، من بهمانم یا من ناجی شما هستم، یادت باشه که مغزت داره بازی میخوره. یادت باشه که اثر حاله‌ای داره کارش رو میکنه. به جای اینکه اجازه بدی اون لبخند گشاده یا اون حرفای قشنگ همه چیز رو برات روشن کنه، مثل یک کاراگاه دنبال سر نخ بگرد. ببین پشت اون ظاهر چه خبره. ببین اعمال چه میگن. چون نهایتاً
این اعمال هستن که تو رو به حقیقت میرسونن، نه ادعاها. بهت گفتن تنها بودن یه جور تنبیه، دروغ گفتند. چی میشد اگه اون چیزی که تمام عمرت ازش فرار میکردی، اون انزوا، اون اتاقهای خالی، اون سکوتی که مثل سایه دنبالته، نفرین تو نبود، بلکه کوره آهنگری تو بود؟ چی میشد اگه تنهایی یه زخم نبود که باید اونو درمان کنی، بلکه یه سلاح بود که هیچ وقت بهت یاد ندادن چطور به دست بگیری؟ نیکولو ماکیاولی دهه‌ها توی ایتالیای عصر رنسانس نشست و آدم‌ها رو تماشا کرد که چطور بالا میرن و چطور با سر میخورن زمین. اون شاهزاده‌هایی رو دید که ارتش‌ها رو فرماندهی میکردن و تاجرهایی رو دید که امپراتوری میساختن و متوجه یه چیزی شد که هیچ کس راجع به اون حرف نمیزنه. اونایی که قدرتشون طولانی ترین دوام رو داشت، کسایی نبودند که دورشون پر از متحد و رفیق بود. کسایی بودند که فهمیده بودند چطور تنها باشند بدون اینکه نابود بشن. ببین، یه دلیلی داره که جامعه میخواد تو همیشه به سیستم وصل باشی. یه دلیلی داره که مدام توی گوش تو میخونن انزوا خطرناکه. که تو به یه گروه نیاز داری که نیاز به تایید بقیه داری که باید تعلق داشته باشی. دلیل اون اینه: آدمی که بتونه روی پای خودش تنها وایسه رو نمیشه کنترل کرد. امروز میخوام بهت نشون بدم ماکیاولی، شوپنهاور و نیچه چه چیزایی رو در مورد تنهایی فهمیده بودند. هوایری که اونقدر رو تهدیدآمیزند که قرنهاست زیر خروارها شرطی سازی اجتماعی دفنشون کردن. یاد میگیری چرا جمعیت از آدمی که مسیرشو تنها میره میترسه. معماری استراتژیک انزوا رو یاد میگیری و تا آخر این ویدیو دیگه به تنهایی خودت به چشم یک کمبود نگاه نمی کنی، بلکه به چشم یه برتری وحشتناک بهش نگاه می کنی که بیشتر مردم هیچ وقت از نظر روانی کشش فهمیدنش رو ندارند. اما این دانش هزینه داره. وقتی چیزی که میخوام بگم رو بفهمی، دیگه نمیتونی برگردی به اون دروغ راحت که ارتباط همیشه خوبه و تنهایی همیشه بده. بریم شروع کنیم؟ توی قانون 18 از کتاب 48 قانون قدرت، رابرت گرین یکی از عجیبترین اصول رو میگه: برای محافظت از خودت قلعه نساز. انزوا خطرناکه. در نگاه اول انگار داره دقیقاً برعکس حرفای منو میزنه، اما دقیق‌تر نگاه کن. گرین اخطار نمیده که تنها نباش. او داره درباره انزوای ناشی از ترس هشدار میده. قلعه‌ای که از روی ضعف ساخته شده باشه، نه قدرت. یه مرز باریک است که پادشاه رو از ترس‌ها جدا میکنه. عقب نشینی استراتژیک در برابر فرار بزدلانه. وقتی یه حاکم دور خودش دیوار میکشه چون از دشمناش میترسه، اون دیوارها میشن تابوت اون تاریخ پر از این مثال هست. لویی 16 توی کاخ ورسای قایم شد، در حالی که مردم فرانسه داشتند از گشنگی میمردند. دور خودشو با یه مشت چاپلوز پر کرد. خودشو از واقعیت کشور قطع کرد و وقتی مردم عصبانی بالاخره اومدن سراغ اون دیوارهای طلاکاری شده نتونستن اونو نجات بدن. اما یه مدل دیگه از انزوا هم داریم. مدلی که مارکوس اورلیوس اجراش میکرد. کسی که تأملات رو تنها توی یه چادر نظامی نوشت، در حالی که دورش پر از جنگ و مرگ بود. مدلی که خود ماکیاولی اجرا کرد. وقتی که شهریار رو توی تبعید نوشت، از شهر خودش فلورانس بیرونش کرده بودند. خاندان مدیچی شکنجهش کرده بودند و هر چی ساخته بود رو ازش گرفته بودند. اون داشت از دنیا قایم می شد؟ نه. داشت هر چی که بلد بود رو تقطیر می کرد و تبدیل می کرد به یه سلاح. ماکیاولی از توی انزوا می نوشت، اما نه از روی ترس. از روی خشم می نوشت. از روی شفافیت. از جایگاهی که دیگه هیچی برای از دست دادن نداشت و واسه همین
هیچی نبود که نگاهشو تار کنه. تفاوت اینجاست. آدم ضعیف قلعه میسازه تا از دنیا فرار کنه. آدم قوی آزمایشگاه میسازه تا دنیا رو بفهمه. از خودت بپرس، تو داری کدوم رو میسازی؟ از لحظه تولد تو رو شرطی کردند که از تنها بودن وحشت داشته باشی. فکر کن بهش. تمام دسته های بچگی شخصیت تنها رو تنبیه میکنن. گرگ تنهاست، پس شیطانیه. گوسفندی که از گله جداشه خورده میشه. قهرمان همیشه دوره شلوغه، رفیق داره، یاران داره. انزوا همیشه سرنوشت شخصیت‌های شرور یا آدم‌های آسیب دیده است. اینا اتفاقی نیست. جوامع با اطاعت میچرخند. اقتصادها با مصرف میچرخند. هر دوشون نیاز دارند که تو عمیقاً برات مهم باشه. بقیه چی فکر میکنند؟ هر دوشون نیاز دارند که تو دنبال تایید بیرونی باشی. هر دوشون نیاز دارند که تو وحشت داشته باشی از اینکه بیرون گروه وایستی. اگه تو با تنهایی خودت راحت باشی، دیگه جنس نمیخری که مردمو تحت تأثیر قرار بدی. دیگه واسه تایید گرفتن نمایش بازی نمی کنی. دیگه یه چرخ دنده مفید نیستی. تو ماشین تجارت بیپایان و مقایسه بیپایان. آرتور شوپنهاور، فیلسوف قرن 19 آلمان، دست این بازی رو خوند. اون نوشت: کسی که واقعاً از تنهایی لذت میبره صاحب یه چیز نادره. یه خویشتن که برای خودش کافیه. ولی جامعه نمیتونه اینو تحمل کنه. یه آدم خودکفا یه ضرر اقتصادیه. یه ناهنجاری احساسیه. یه تهدید برای سیستمی که نیازهای مصنوعی میسازه تا مردم رو همیشه گرسنه چیزهایی نگاره که دیگران فراهم میکنن. پس چی کار میکنن؟ مریض جلوت میدن. بهش میگن اضطراب اجتماعی. بهش میگن مشکل دلبستگی. بهش میگن شخصیت اجتنابی. برچسب‌های پزشکی میسازن برای چیزی که شاید فقط یه ذهنی باشه که نیاز به تحریک مداوم گله نداره. من نمیگم رنج‌های روانی واقعی وجود ندارند، اما ازت میخوام این سوال رو بپرسی: آیا بخشی از تنهایی تو درد واقعیه یا شرمیه که برات ساختن؟ سوال این نیست که چرا من تنهام. سوال اینه که چه کسی سود میبره وقتی من باور کنم که تنها بودن غلطه. این چیزیه که استراتژیست‌ها فهمیدن، ولی مردم‌ها دیگه هیچ وقت نمیفهمن. تنهایی زادگاه فکر اورجینال و بکر نیچه. تنها میرفت توی کوههای آلپ سوئیس. ساعتها توی سکوت راه میرفت و ذهنش منفجر میشد از ایده هایی که قرار بود فلسفه رو از نو بسازه. کتاب چنین گفت زرتشت توی یه سالن شیک و وسط کلی روشنفکر نوشته نشد. توی انزوایی نوشته شد که اینقدر عمیق بود که بیشتر آدمها رو به مرز جنون میکشوند. ولی نیچه صعود نکرد. اون اوج گرفت. اون نوشت هرچی بالاتر پرواز کنیم برای کسایی که پرواز بلد نیستند کوچیکتر دیده میشیم. این غرور نیست، این مشاهده است. وقتی شروع کنی به فکرهای بکر کردن، فکرهایی که از گروه درز نگرفتی، فکرهایی که با اجماع بقیه تایید نشده، تو برای کسایی که فقط با چشم جمع میبینن نامرئی میشی و این مزیت توه. وقتی وقت تو تنها میگذرانی، واقعا تنها، بدون عصای حواس‌پرتی، یه اتفاقی شروع میشه. ذهن تو دیگه نظرات بقیه رو اکن نمیکنه. حالا برسیم به قلب ماجرا. ماکیاولی توی شهریار فصل 25 از یه مفهومی حرف میزنه به اسم فورتونا یا همون شانس و تقدیر. خیلی ها فکر میکنن شانس مثل یه دریای خروشان و غیر قابل پیش بینیه که هر لحظه ممکنه تو رو غرق کنه. ولی ماکیاولی میگه نه. اون میگه تقدیر زنی است که باید او را با خشونت مورد آزار قرار داد تا مطیع شود.
یه جورایی شبیه همون فکریه که پشت قشر پیشانی مغز یا همون پریفرونتال کورتکس مخفی شده. این قسمت مغز مسئول برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و کنترل تکان است. و جالب اینجاست که تحقیقات نشون داده تمرین دادن این بخش از مغز، مثلا از طریق مواجهه با چالش‌های غیرمنتظره و پیدا کردن راه حل‌های خلاقانه، تاب‌آوری ما رو در برابر اتفاقات غیرمنتظره به طرز چشمگیری افزایش میده. یعنی چی؟ یعنی اون قدرت تاب‌آوری که ما فکر میکنیم یه چیز انتزاعیه، در واقع یه عضله فیزیکی توی مغز ماست که با تمرین قوی‌تر میشه. ماکیاولی هم دقیقاً همینه میگه. اون معتقد بود که شانس، رادر، نیمی از اعمال ما رو هدایت میکنه، اما رادر دیگر رو یا نزدیک به اون رو خودمون هدایت میکنیم. ببین، تصور کن داری با یه رودخانه خروشان روبرو میشی. میتونی سعی کنی باهاش بجنگی و غرق بشی، یا میتونی با جریانش همراه بشی و با استفاده از اون خودت رو به مقصد برسونی. ماکیاولی راه دوم رو پیشنهاد میکنه. این یعنی مدیریت ریسک. وقتی یک کارآفرین توی رکود اقتصادی ناگهانی مدل کسب و کارش رو عوض میکنه، یا وقتی یه ورزشکار مصدوم برنامه تمرینیشو برای بازگشت قوی‌تر تغییر میده، اونها دقیقاً دارن همون کاری رو میکنن که ماکیاولی میگفت. اونا به جای اینکه تسلیم فورتونا بشن، سعی میکنن سکان رو دست بگیرن. ولی آیا همیشه میشه تقدیر رو رام کرد؟ اینجاست که قضیه پیچیده میشه. ما یه حس توهم کنترل داریم. فکر میکنیم همه چی دست خودمونه، اما وقتی یه اتفاق غیر منتظره میافته، مثل یه موج ما را از جا میکند. نکته اینجاست که ما نمیتونیم شانس رو کنترل کنیم، اما میتونیم واکنشمون رو به اون کنترل کنیم. فردا وقتی با یه اتفاق غیر منتظره روبرو شدی، به جای ناامیدی به این فکر کن که چطور میتونی شرایط رو به نفع خودت تغییر بدی. چطور میتونی از این موقعیت فرصتی برای رشد بسازی؟ این همون چرخش تقدیره. این همون انعطاف پذیری رو نشون میده که ماکیاولی ازش حرف میزند. این یه انتخابه. انتخاب بین این که قربانی شانس باشی یا بازیکن اصلی این بازی. رفیق، حالا که فهمیدی چطور با شرایط بیرونی بازی کنی، وقتشه به مهمترین میدان نبرد نگاه کنیم. درون خودت. اون بخش قبلی رو یادت میاد؟ گفتم چطور میتونی شرایط رو به نفع خودت بچرخونی. اون یه جور آماده سازی بود. چون اصلی ترین جنگ نه با دشمن، نه با رقیب، بلکه با خود احمقت. ماکیاولی درست مثل شوپنهاور میدونست که ما یه طبیعت خودخواه و تنبل داریم. یه چیزی که همیشه دنبال راحت ترین راهه. دنبال لذت آنی. شوپنهاور بهش میگفت اراده معطوف به حیات. یه نیروی کور که فقط میخواد زنده بمونه و بچرخه. شهریار ما هم میدونست که اگه این نیرو رو کنترل نکنی، تو رو میبله. ببین، ماکیاولی یه چیزی تو شهریار میگه که خیلی مهمه. میگه هیچ چیز باعث نمیشه یک شاهزاده به اندازه انجام کارهای بزرگ مورد ستایش قرار گیره. اما این کارهای بزرگ از کجا میان؟ از تسلیم شدن به خواسته های دم دستی؟ معلومی که نه. اینجا پای خود کنترلی میاد وسط. همون چیزی که تو آزمایش مارشمالو دیدیم. بچه هایی که میتونستند یه مارشمالو رو نخورن و صبر کنن 2 تا بگیرن، در بزرگسالی موفق تر بودن. ساده است نه؟ توانایی به تعویق انداختن لذت. فکر کن داری یه عضله قوی میسازی. هر بار که در برابر یه وسوسه مقاومت میکنی، این عضله اراده تو قوی تر میشه. ماکیاولی بهت یاد میده که چطور این عضله رو تمرین بدی. مثلا فردا صبح شاید دلت بخواد 1 ساعت بیشتر بخوابی، یا شاید وسوسه بشی که اول صبح به جای شستن ظرف‌ها بری تو اینستاگرام. این همون ضعف درونیه.
همون چیزی که شاهزاده واقعی باید لهش کنه. چرا؟ چون کارهای بزرگ با این کارها انجام نمیشن. با انضباط شخصی انجام میشن. با اینکه بدونی چی به ضررت هست و باز هم انجامش ندی. این همون تأخیر در پاداشه. دانش آموزی که شب امتحان به جای فیلم دیدن میره درس میخونه. یا اون کسی که میخواد تناسب اندام داشته باشه و شب جلوی اون پیتزای لعنتی مقاومت میکنه. اینا فقط چند تا مثال ساده نیست. اینا تمرین اراده است. تمرین غلبه بر اون نیروی کور شوپنهاور. اما این اراده از کجا میاد؟ چطور میشه اون عضله رو ساخت؟ این همون نکته حساسه. خیلی ها فکر میکنن اراده یه چیز ذاتیه، یا داری یا نداری. ولی این درسته نیست. اراده مثل هر مهارت دیگه‌ای تمرین میخواد و ماکیاولی بهت یاد میده که چطور تمرینش کنی. وقتی وسوسه شدی که کاری رو انجام بدی که میدونی به ضررت هست، یه نفس عمیق بکش. به خودت یادآوری کن که هدف بزرگترت چیه. اون پیتزا، اون چک کردن بی‌دلیل شبکه‌های اجتماعی چقدر تو رو از اون هدف دور میکنه. و بعد مقاومت کن. فقط همین. این اولین قدمه. قدم بعدی رو هم میگیم. فقط همین. شاید ساده به نظر بیاد. ولی تکرار همین لحظات کوچیکه که شاهزاده واقعی رو میسازه. این جوریه که پایه‌های قدرت درونی بنا میشه. فکر کن داری یه دیوار میسازی. هر آجر یه مقاومت موفقه. اولش شاید به چشم نیاد، ولی وقتی تعداد آجرها زیاد بشه، یه دژ مستحکم داری که هیچ وسوسه‌ای نمیتونه ازش رد بشه. ماکیاولی میدونست که قدرت واقعی نه در تصاحب قلمرو، که در تسلط بر خوده. چون تو میتونی یه امپراتوری رو فتح کنی، ولی اگه نتونی جلوی ولخرجیات رو بگیری یا جلوی خشم بیمرادت رو، همه چی رو به باد میدی. اون شاهزاده واقعی کسیه که بلده کی باید حمله کنه، کی باید صبر کنه و مهمتر از همه کی باید به خودش نه بگه. این نگفتن در واقع یه آری بزرگه. آری به هدف، آری به پیشرفت، آری به اون چیزی که واقعاً میخوای باشه. اون لذت آنی که ازش گذشتی یه بدهی بوده که پرداختش کردی. حالا اون پول رو داری برای سرمایه گذاری در آینده خودت. یادت باشه، هر بار که به اون ندای درونی گوش میدی که میگه بی خیال ولش کن، داری یه تیشه به ریشه شاهزاده درون خودت میزنی. ولی هر بار که مقاومت میکنی، داری یه ستون به قلعه ارادت اضافه میکنی. این تمرین روز به روز تو رو قوی تر میکنه. کم کم میبینی که اون وسوسه ها دیگه اونقدر قدرتمند نیستن. قبلا شاید مثل یه سیل بودن، ولی حالا دیگه فقط یه جویبار کوچیکن که با یه سد کوچیک میشه جلوشون رو گرفت. این قدرت انضباطه، قدرت کنترل، قدرت شاهزاده. ببین، تمام این تکنیکایی که تا اینجا گفتیم مثل ساختن اون عضله اراده، مثل طلب بر اون استکاک لعنتی، همشون یه طرف. ولی یه چیز دیگه هم هست که ماکیاولی میگفت و اگه اون رو نداشته باشی تمام اینا بیفایده است. یه حاکم واقعی، یه کسی که واقعاً میخواد قدرت رو بفهمه و به دست بیاره، فقط به خودش نگاه نمیکنه. به درون خودش نگاه نمیکنه. نه، اون به بیرون هم نگاه میکنه. به ذهن آدمایی که باهاشون درگیره. فکر کن داری یه بازی شطرنج بازی میکنی. ماکیاولی بهت یاد میده که نه تنها مهره‌های خودت رو ببینی، نه تنها حرکات خودت رو بدونی، بلکه مهره‌های حریف، حرکات احتمالی اون و مهمتر از همه، ذهن حریف رو هم پیش بینی کنی. ساندزو تو کتاب هنر جنگش یه چیزی میگه که خیلی مهمه. میگه اگر دشمن خودت را بشناسی و خودت را بشناسی، نیازی به ترس از نتیجه صد نبرد نداری. تو فکر میکنی منظورش فقط شناختن تعداد سربازهاشونه؟ یا اسلحه هاشون؟ نه رفیق.
منظور سوندزو، منظور ماکیاولی اینه که باید روانشناسی دشمنت رو بفهمی. باید بفهمی چی اونو میترسونه، چی اونو خوشحال میکنه، چی اونو عصبانی میکنه. این همون چیزیه که بهش میگن نظریه ذهن. توانایی این که بفهمی بقیه چه فکری میکنن، چه احساسی دارن. یا اون چیزی که تو علوم اعصاب بهش میگن آینه نورون ها. همون سلول هایی که وقتی توی نفر رو میبینی که داره درد میکشه عکس العمل نشون میدن. انگار خودت داری اون درد رو حس میکنی. این همون پایه بیولوژیکی همدلیه که ماکیاولی ازش استفاده میکرد. یه مذاکره کننده حرفه‌ای رو ببین. قبل از اینکه وارد اتاق بشه، تمام اطلاعات ممکن در مورد طرف مقابل رو جمع میکنه. سنش، شغلش، سابقه کاریش، حتی علاقمندی‌های شخصیش. چرا؟ چون میدونه اگه بفهمه اون طرف چی میخواد، چی اونو میترسونه، میتونه خیلی راحت‌تر به خواستش برسه. این یه جنگ روانی تمام عیاره. دستکاری شناختی. زیگموند فروید، همون روانشناس مشهور، یه حرف خیلی ترسناک داره. میگه بسیاری از اعمال ما ریشه در انگیزه های ناخودآگاه دارند که خودمان از آنها بیخبریم. این یعنی خیلی وقتا آدم ها نمیدونن چرا دارن یک کاریزو میکنن. یه چیزی ته ذهن اوناست که داره تحریکشون میکنه ولی خودشون خبر ندارن. ماکیاولی میگفت یک حاکم باید یاد بگیره اون ناخودآگاه رو ببینه. اون نیروی پنهان رو درک کنه. اما آیا این درک همیشه به نفع ماست؟ فکر کن داری با کسی وارد بحث یا مذاکره میشی. قبل از اینکه حرف بزنی، سعی کن خودتو بذاری جای اون. واقعا سعی کن بفهمی که از دید اون ماجرا چه شکلیه. چه چیزی برای اون اهمیت داره؟ چه چیزی اونو میترسونه؟ از چی خوشش میاد؟ این درک، این توانایی همدلی شناختی به تو قدرت وحشتناکی میده. قدرت پیشبینی، قدرت کنترل. چون وقتی تو ذهن طرف مقابل رو میخونی، دیگه اون غریبه نیست. اون یه کتاب بازه که تو داری ورقش میزنی. و هر کسی که بتونه ذهن دشمنش رو بخونه، شکست ناپذیره. این همون ریشه های قدرت واقعی بود که در بخش های قبل دربارشون حرف زدیم. اما این فقط یه بخش از ماجرا است. هنوز چیزهای بیشتری است که باید بفهمیم. یه مثال دیگه بزنم. تو فرض کن داری توی یه جمع شلوغ دنبال یه دوست میگردی. چطور پیداش میکنی؟ احتمالاً به قیافش، طرز ایستادنش یا شاید یه لبخند خاصش دقت میکنی. این همون درک ظریف نشانه‌های بیرونیه که بهت کمک میکنه اون آدم خاص رو از بین جمعیت تشخیص بدی. حالا اینو تأمین بده به موقعیت‌های پیچیده‌تر. وقتی داری با یه رقیب تجاری روبرو میشی یا حتی توی یه بحث خانوادگی، نکات ظریفی هست که اون آدم در طول صحبتش داره از خودش بروز میده. شاید طرز حرف زدنش عوض بشه. شاید یه مکث نامعمول بکنه یا حتی یه جمله بی ربط بگه. اینها همون نشونه ها هستن. همون مهره‌های حریفی که تو باید بشناسیشون. این قضیه فقط به درد درگیری و نزاع نمیخوره. فکر کن داری یه تیم تشکیل میدی. چطور میفهمی کدوم آدم برای کدوم پست مناسب تره؟ چطور میفهمی کی انگیزه بیشتری داره؟ کی نیاز به تشویق داره؟ اینها همون درک روانشناسی آدم هاست. همون استفاده از همدلی شناختی برای ساختن یه تیم قوی و منسجم. وقتی تو بتونی نیازهای درونی آدمها رو درک کنی، میتونی کاری کنی که اونها با جون و دل برای هدفت بجنگن. چون حس میکنن فهمیده شدن. حس میکنن براشون ارزش قائلی. این یعنی درک انگیزه های پنهان. همون چیزی که فروید بهش اشاره میکرد. خیلی وقتها کاری که یه نفر میکنه فقط یه عکس‌العمل سطحی نیست. یه ریشه عمیق‌تر داره. یه ترس قدیمی یا یه آرزوی سرکوب شده.
اگه بتونی اون ریشه رو پیدا کنی، دیگه اون آدم برات قابل پیش بینی میشه. مثل یه نقشه گنج که داری لایه‌هاشو باز میکنی. میدونی؟ ماکیاولی وقتی شهریار رو نوشت دقیقاً ته دره بود. تبعید شده بود. شکنجه شده بود. همه چیزشو ازش گرفته بودن. ولی اونجا ته اون گودال یه حقیقتی رو فهمید که خیلی ها هیچ وقت نمیفهمن. فهمید که قدرت واقعی فقط این نیست که در برابر طوفان مقاومت کنی. قدرت واقعی اینه که خودت طوفان رو بسازی. ببین، تا اینجا هی ازت خواستم که قوی باشی. خودتو بسازی. از خودت محافظت کنی. اینا لازمه. مثل یه خونه که باید فونداسیون قوی داشته باشه. ولی ماکیاولی میگه این تازه اول کاره. اون میگه هدف من این است که دانش مفید و عملی را برای کسانی که به آن نیاز دارند فراهم کنم. دانش مفید و عملی برای ساختن واقعیت خودت. تصور کن داری یه مجسمه میسازی. ابزارشو داری. سنگ خام هم هست. ماکیاولی بهت یاد میده که نه تنها چکش و قلمدانت رو تیز کنی، بلکه یاد میگیری که چطور اون سنگ سخت و بیشکل رو بتراشی و بهش شکل بدی. این یعنی خلق نظم در دل آشوب. یعنی تأثیر گذاشتن روی محیط، نه فقط واکنش نشون دادن بهش. اینجا پای یه مکانیزم روانشناختی خیلی قویه وسط کشیده میشه. اثر خودشکوفایی. میدونی چیه؟ یعنی همونقدر که تو باور داری قرار موفق بشی یا قرار شکست بخوری، ناخودآگاه داری شرایطی رو ایجاد میکنی که دقیقاً همون اتفاق بیفته. روانشناسی اجتماعی بهش میگه اثر پیگمالیون. انتظارات بالای تو از خودت یا از اطرافیانت مستقیم روی عملکردشون تأثیر میذاره. این همون قدرت شکل دادن به واقعیت از طریق باوره. چرا رهبران بزرگ، چه سیاسی چه مذهبی، اینقدر جذبه دارن؟ چون اونها فقط حرف نمیزنن. اونها یه روایت میسازن، یه چشمانداز، یه واقعیت ممکن که دیگران هنوز ندیدن. نیچه میگه انسان طنابی است بسته شده میان حیوان و ابر انسان. طنابی بر فراز یک پرتگاه. اون ابر انسان، اون کسیه که خودش واقعیتش رو خلق میکنه. منتظر نمیمونه تا اوضاع خوب بشه، خودش اوضاع رو خوب میکنه. این همون رهبری کاریزماتیک مدرنه. یه نفر با قدرت کلام و باور، یه ارتش از پیروان رو پشت خودش راه میندازه. نه با زور، بلکه با نشون دادن یه آینده بهتر، یه هدفی بزرگتر. تاریخ پر از این است. فکر کن به مریم مجدلی چطور تونست پیروان جذب کنه، یا چطور گاندی یک ملت رو با نیروی نرم رهبری کرد، یا حتی یه هنرمند که با خلق یه اثر یه دنیای جدید رو به روی مخاطب باز میکنه. اون داره واقعیت خودش و ما رو دوباره تعریف میکنه. ولی آیا این قدرت پایدار است؟ آیا این طنابی که ما روش راه میریم محکم میمونه؟ یه وقتایی فکر میکنیم شکست ناپذیری یعنی هیچ کس نتونه ما رو از پا در بیاره. ولی ماکیاولی میگه نه. شکست ناپذیری یعنی بتونی خودت رو بسازی، نه اینکه فقط در برابر حملات مقاومت کنی. یعنی بتونی محیطت رو شکل بدی، نه اینکه فقط قربانی شرایط باشی. دستور تاکتیکی امروز اینه. فردا صبح که چشماتو باز کردی منتظر نمون تا اتفاقات خودشون بیفتند. خودت شروع به خلق اتفاقات کن. یه هدف خیلی بزرگ، یه هدف جسورانه برای خودت تعیین کن. هدفی که شاید همین الانش هم دور از دسترست به نظر بیاد. بعد با تمام توان، با تمام وجودت برای رسیدن بهش تلاش کن. غرق جزئیات نشو. فقط به اون هدف بزرگ نگاه کن و با تمام قدرت باورت باور داشته باش که میتونی واقعیت خودت رو بسازی. همین باور نیروی محرکه اصلیه. اگه قبول کنی که میتونی، نصف راه رو رفتی.
چون وقتی قبول کنی، شروع می‌کنی به انجام دادن کارهایی که قبلاً فکر می‌کردی غیر ممکنه. این یعنی در آغوش کشیدن اون پرتگاه و برداشتن قدم اول به سمت ابرانسان. پس دیدی که شکست ناپذیر شدن فقط قوی بودن نیست، بلکه درک عمیق از انسان، انعطاف پذیری در برابر تقدیر، اراده پولادین و توانایی شکل دادن به واقعیت است. یک کلمه در کامنت بنویس: شهریار. اگر از این تحلیل لذت بردی و میخوای بیشتر از این اسرار قدرت رو کشف کنی، حتما این ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. در ویدیوی بعدی به سراغ نیچه و مفهوم اراده معطوف به قدرت میریم. تا ویدیوی بعدی تأثیرگذار بمون.